نوفق اصطلاحی است که حرکت رو به رشد افرادی رو که تصمیم به پرهیز از پورنوگرافی و خودارضایی انتخاب کردند توصیف میکنه. این عمل شامل سطح خودکنترلی هستش که بسیاری از آنها در دنیایی که دسترسی به محتوای جنسی رواج داره و اغلب تشویق میشه ضروری میدونن. توی این ویدیو به بررسی مزایای شرکت در نوفق میپردازیم و چرا ممکن است که این یک پیگیری ارزشمند برای کسانی باشه که به دنبال یک زندگی سالمتر هستند. روابط بهبود یافته. مطالعات بیشماری نشون داده که پورن میتونه تاثیرات منفی بر روابط فرد داشته باشه. با پرهیز از این کارها، افراد میتونن در جهت ایجاد روابطی بهتر تلاش کنند. عزت نفس و اعتماد به نفس. اعتیاد به این مراسم میتونه منجر به احساس گناه و شرم و همچنین کاهش عزت نفس و اعتماد به نفس بشه. گزارش شده که امتناع از این کارها باعث افزایش اعتماد به نفس و همچنین باعث میشه که احساس ارزشمند بودن نسبت به خود داشته باشیم. افزایش بهره‌وری. استفاده مکرر از این دو موضوع منجر به عدم انگیزه و تعلل میشه. بسیاری از شرکت کنندگان نوفق از افزایش بهره‌وری خبر میدهند، زیرا وقت و انرژی بیشتری رو برای دستیابی به اهداف خود اختصاص میدهند. سلامت کلی. مطالعات نشون داده که اعتیاد بیش از حد به این دو موضوع منجر به کاهش سطح تستوسترون و افزایش هورمون‌های استرس میشه. با پرهیز از این فعالیت‌ها، افراد ممکن است سلامت جسمی، افزایش سطح انرژی و احساس تعادل عاطفی بیشتر رو تجربه کنند. چالش‌های نوفق مانند هر تغییر عمده در شیوه زندگی میتونه دشوار باشه. با این وجود، با وجود استراتژی‌های مناسب میتوان بر این چالش‌ها غلبه کرد و خوبی‌های کامل رو تجربه کرد. نوفق یک جنبش رو به رشده که با حذف خودارضایی و پورن به افراد فرصتی برای بهبود روابط، عزت نفس، بهره‌وری و سلامت کلی خود میده. در حالی که چالش‌های وجود داره، مزایای نوفق میتونه کیفیت زندگی فرد رو تا حد زیادی افزایش بده. خیلی خوب دوستان، به انتهای ویدیو رسیدیم. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. لطفاً با لایک و سابسکرایب از ما حمایت کنید و خیلی خوشحال میشم که نظرات خودتون رو در بخش کامنت ها برامون بنویسید. مرسی عزیز که تا اینجا همراهی کردی. موفق باشی و ماندگار.